بعد حمله ناکام طالبان به شهر طالقان، نیروهای حکومتی به حمله جوابی آمادگی میگیرند. در این باره روز دوشنبه سخنگوی والی ولایت تخار خبر داد. خط نخست دفاعی شهر طالقان در دروازه غربی شهر طالقان است. خط نخست نیروهای دفاعی و امنیتی ما دقیقاً در همینجا قرار دارد. طالبان مسلح از دیروز تا نصفهای شب بسیار تلاش کردند که کمربند شهری را بشکنند و وارد شهر طالقان شوند که با مقاومت شدید نیروهای دفاعی و امنیتی ما مواجه شدند و اینها با یک روحی بلند و احساس وطن دوستی که دارند توانستند از این ساحه و از این کمربند شهری مخصوصا دروازه غربی شهر طالقان دفاع بکنند. حالا نظامیان کوچه های شهر و گرد و اطراف آن را محافظت می کنند. طالبان بیشتر مناطق شمالی تخار را اشغال کرده تلاش دارند به پایتخت آن برسند، اما نیروهای افغان و مردم آسایشته تا حال مقاومت نشان می دهند. ما یک عسکر اردوی ملی هستیم، ای خاک خود، ای وطن خود، تا وقت که قدر خون داریم، ای ملت، ای خاک دفاع میکنیم و ایستاد هستیم و 5 سال میشه عسکریم. هیچ وقت در مقابل دشمن ما هیچ وقت شکست هم نمیخوریم. اخیراً حرکت طالبان نظارت 6 ناحیه کلیدی ولایت همسایه بدخشان را که با تاجیکستان و چین هم مرزند به دست آورد. بعد این بیش از 1000 سربازان افغان به آن سوی مرز فرار نمودند. جنگ ها در این کشور که چند هفته باز ادامه دارند، بعد آن آغاز یافت که جو بایدن پرزیدنت امریکا به خروج نیروهای این کشور از افغانستان پرداخت. طالبان علیه تقریبا 4/1 کشور را تصرف کردند که در منطقه نگرانی جدی را به بار آورده است.